خوبی؟ بیرونی تو؟ آره زنگ زدم خونه با زنمون صحبت کردم. مسئول بعدن حرف بزنی. چی شده؟ هیچ. گریه کردی؟ نه صدات چرا اینطوریه؟ طوری نیست. به من دروغ نگو لیلا، من صداتو میشناسم. گریه کردی. خرابکاری کردم مسئول، دستم خورد. میگم چی شده تو من بگو. اصلا الان کجایی؟ دانشگاه. خیلی خوبم میام اونجا. نه بیا اونجایی که دیروز بودم. باشه میام سمتت. خدافظ. پس خودتو اینجا قایم کردی. خوبه حالا سوالا رو داشتی 2 ساعت نشست. اون بیرون بیشتر از این که راجب سوالا حرف بزنن راجب چکی که خوردی حرف میزنن. 20 تا دانشجوی محترم مثل چی تو گل مونده بودن. سوالا عوض شده بود. پس واسه همین از سر جلسه بلندش کردم. نه پس فکر کردی محض رضای خدا همینجوری زده زیر گوشت. تو میدونستی اون سوالا رو لو داده. دیشب گفتی میدونی. من نگفتم کی. جای دستای دختره رو صورتت یه چیز دیگه میگه. چه اینجور نگاه میکنی؟ خوشحالم. حالا که قراره ما بیفتیم شما هم قبول میشی حداقل یه چک مشتی خوردی. بس کن. دستش درد نکنه هرسم خالی شد. بس کن. حالا از کجا میدونی کار این پسر هست؟ فقط اون بیشور گوشه دست من دید. هم تو کلاس هم وقتی که داشت زنگ میخورد. واسه چی باید همچین کاری بکنه؟ من چه میدونم، لابد واسه خود شیرینی. فقط تو از امتحان محروم شدی؟ آره اما فرقی هم نمیکرد. نیکا الان زنگ زد گفت کلا استاد انگار سوالا رو عوض کرده. یعنی هممون میافتیم. اومدم. یعنی تو زندگی من انقدر کفری و عصبی نبودم. گند زدیم لیلا گند. همه بچه ها میافتن. نبودی ببینیم پسر چجوری نشسته بود داشت جواب تمام سوالا رو مینوشت. آخه من نمیفهمم پسر چرا باید بره لامون بده. من میدونم اون مرخصی میخواسته بهش نمیدادم. حالا با این شیرین کاری که کرده معلومه دیگه با مرخصیش موافقت میشه. یعنی به خاطر یه مرخصی 20 نفر آدم باید بیچاره بشن؟ در جریانید که همه باید یه ترم دیگه بشینیم سر اون کلاس. سر کلاس نشستن که پیشکش. الان برای من مسئله انضباطی درست کرد رفت به کارش. چی رو رفت به کارش؟ غلط کرده. نباید بزنیم پسر قصر در بره. تقصیر خودمونم بود دیگه بچه‌ها. حالا هم کارش نمیشه کرد. بی خود باید تاوان بده. موافقم. درسته؟ باید حالشو بگیریم. همون سیلی که خورد همیشه یادش میمونه. نمیمونه. باید بهش نشون بدیم که یه مماس چقدر کره داره. بچه ها لیلا الان توبیخ شده تو پروندهش هم درد شده. فقط حواستون باشه براش دردسر نشه. نمیشه من خودم یه کاری میکنم که هم از در بخوره هم از دیوار. چی کار مثلا میخوای بکنی نیکا؟ حالا بهت میگم. بچه چی میل داری؟ همون همیشه. همون همیشه دیگه. چجوری هممون ضایع شدیم رفت؟ چی فکر میکردیم چی شد؟ منو بگو میخواستم برگه اضافی بگیرم. کوفتم نگرفتم. 20 صبح بود 2 هم نمیشم من. اکبر آقا این تصمیمش رد میکنه چیکار کنم؟ برو یه تصمیم نو بنداز تا بدمش تراشکاری. آخه نمیشه. حالا امروزه رو یه کاریش بکن. اما اکبر سلام. سلام بابا. خوبی شما؟ خیلی ممنون. حاج آقا بالا؟ نه ته سالن پسرم. برو دست شما درک. این طرف خارجیمون ایمیل زده گفته میخواد با ما مشارکت کنه. به به سلامتی. حالا پیش قراردادش تنظیم شده نگاه بهش بنداز که اون کسی چیز نداشته باشه. چشم. پس یاجی بابت امروز هم ممنون. با مرخصی موافقت شد.
مبارکه. سلامت. انشالله خیره. بری با دست پر برگرد. انشالله. دیگه حساب 2 تا 4 تا دستم در رفت. به محسن بگو بیا یه نگاه به اینا بنداز ببینم چی به چیه. چشم. من به همین رفتم پیش مامان. پس معطلش نکنم. فعلا خدافظ. سلام برس. مامان جان سلام. یه لحظه گوشی. سلام علیکم. حسین جان حاج آقا کارت. الو. سلام حاج آقا. سلام حاج آقا. اصلا یه نگاه به اینا بنداز ببین چه خبره. من سر در نمیبرم. چشم. توفی من 1 ساعت پیش منتظر بودم مردم اومد. ببخشید حاجی. آدم مجرد هیچیش حساب کتاب نداره. عذر میخوام دیگه. من زورم به هر کی رسید به تو نرسید. به هر جوونی میگم چرا زن نمیگیری میگه حالا کوتاه سن و سال توفی. تو رو میگه ها. همینه دیگه سن که از 40 سال گذشت حالا حوصله نمونه واسه آدم. حاج آقا عذر میخوام یه چیزی خدمتتون بگم. تحمل من کار هر کسی نیست. آخرش وکالتن به سلیقه خودم یه زن واسط میگیرم مجبور بشی تا آخر عمرت باید زندگی کنی. حالا خودت. چشم. ما که از خدا مونم. بفرمایید. خدافظ زین. مثل همیشه درد دلم پای تو بود. اذیتت کردم. پای کسی دیگه ای باشه اذیت میشه. مسعود جان. ممنون که اومدی. خواهش میکنم. کاری نداری؟ کجا عجله داری مگه؟ نه فقط باید نگران باشم ازم ندازنه. من از این شانسه ندارم. نرفتم. خداحافظ. چطور پیش میره؟ خدا رو شکر خوبه. خدا رو شکر. تو این 2 هفته باقی مونده تا مسابقات این چند تا جزم تثبیت کنم دیگه تمومه. ایشالله. بالاخره تن تو همه تن اینا خورد. بابا کارت میزدی خونه بچه ها در نمیومد. حق دارم. من اینجور آدم ها رو خوب میشناسم. یه مش آدم های مفخوره به درد نخورم. از هیچ شمالیشون نیست. اتفاقا یکی خیلی هم حالیشه. درس خونه ولی هرس داره. آها. از اوناست که سلام علیکم و ایناست. دقیقاً. بچه ها بهش میگن برادر اخوی. با اینا در نیفتی و اینا درد سره. آره مسعودم میگفت. مگه باش حرف زدی؟ امروز با هم بودیم. عمود امروز زنگ زده بود یه چیزایی میگفت. چی میگفت؟ در مورد تو و مسعود. میگفت مثل اینکه اونور 2 تا دختر براش دیدن. برای ازدواج و این چیزا اونم قبول نکرد. آخه عزیزم. همین؟ آخه عزیزم. جونم. سلام چطوری؟ بچه ها کلی از تو خوششون اومده. جدی میگی؟ معلومه که جدی میگم. کی میتونه از حامد من بدش بیاد؟ ایشالا رفتی سفر و برگشتی وقت بیشتری رو باشون بگذرون. حتما. خیلی شر و شیطونم هستن ماشاءالله. من که زبونی کم آوردم جلوش. آره یه کمی شیطونه. بچه هم دیگه. باشون وقت بگذرون، باشون حرف بزن. بذار بهت اعتماد کنن، حرفاشونو بهت بزنن. اینطوری حرف خدا و پیغمبری رم راحت تر ازت قبول میکنه. به روی چشمم مادرم. الهی من قربون اون چشمات بشم. بعد از قرآن دعا مستجابه. برای بچه ها دعا کن. اونم به چشم. شما هم برای من دعا کن که ایشالله برم سربلند برگردم. من که همیشه برای تو دعا میکنم. ممنون. هر چی که خیره پیش میاد.
ببین من این چیزا رو تو کافه جلوی مسعود نگفتم که یه غیرتی نشه. نه بابا، مسعود از این اخلاقا نداره. لیلا خیلی از بچه‌ها با این امتحان مشروط میشن. آبروی منم رفت تو دانشگاه. خب ما هم همین کارو باهاش میکنیم. آبروشو میبریم. خیلی باید مراقب باشیم. نگران نباش، همه بچه‌ها پاین. خیلی خوب، فردا میبینمت. ببین میزنیم میتره کنیمش. عاشقتم. دیوونه. خدافظ. ببخشید خانم شریفی، من یه چیزی میخواستم. آقای تهرانی، آقا حامد. چطوری؟ خوبی؟ ببین من نگاه کن، این من مبحث امروز اصلا متوجه نشدم، یعنی دقیق نگرفتم. میشه کمکی به ما بکنی؟ ببین دیگه نه یا راستش من خواهش میکنم زیاد وقتتون رو نمیگیریم، فقط این قضیه همگرایی تسلطی و یه توضیح به ما بدیم کافیه. من اگه نمره این درس رو نگیرم مشروط میشم. آخه این امتحان دیروز همه رو ترسونده. نه ها؟ من جزوم تو کلاسه، بریم تو کلاس. باش. یعنی اندازه بازه چطور خوبی؟ الو آ و بی الو مساویه با بی منهای الو صدات نمیاد. منهای آ؟ بله بله. وای دستتون درد نکنه. نمیدونید من چقدر گیر این آنالیز حقیقیه. نه؟ خواهش میکنم دیگه اگه مشکل نیست با عزت من میرم، ببخشید. لیلا چی شد؟ ببین یکم دیگه برو تو. خب شما خیلی بهتر از استاد درس میدین. خواهش میکنم، ممنون. میگم اصلا بهتره پیشنهاد بدیم آقا حامد از این به بعد تدریس کنن. آقا حامد همین الانش هم استاده. یعنی دیگه استاد ما شد. ببخشید با عزت من دیگه. لیلا جونم من. لیلا بیا ببین آقا حامد به جز لو دادن بچه‌ها چه شیرین کاریایی بلده. یه عکس از ما بگیر. برای چی میخواید عکس بگیری؟ سه دیگه نگاه کن. تو رو خدا وایسا. نکنید خانم. یکی دیگه بازم. گرفتی؟ آره من یه سلفی هم با من. این دفعه میخوای زیرا به کیو بزنی؟ فکر میکنی به این راحتی ها بی خیالت میشم؟ من به کسی چیزی نگفتم خانم شریف. تو گوشی دست من دیدی. من دیدم ولی به من ربطی نداره بخوام دخالت کنم. من نمیدونم اونا از کجا فهمیدن. ترسیدی؟ آخه ولش کنیم بچه، بیاین بریم. ترس و ارزش اذیت کردن هم نداره. کجا بریم؟ باش. لیلا بی خیال شده، من بی خیال نمیشم. شما مطمئنی؟ مطمئن که نمیدونم، من یه لحظه دیدم ولی فکر کنم دخترا مجبور کرده بود، یعنی بنده خدا خیلی ترسیده بود. کدوم کلاس؟ 257. اگه کسی بیاد خیلی چی میشه؟ آبرو ریزی میشه؟ میگیم نامزدیم، ایرادی نداره. برو خدا بزنیم. نخند، جدی میگم. نیکا بسته. ببینمت. لیلا من زشتم؟ نه قربونت. پس چرا بهم نگاه نمیکنه؟ از علاقه زیاد لابد. با من ازدواج میکنی؟ منو نگاه کن برادر. به من نزدیک. من نمیدونم. چی شد؟ ها؟
کسی انداخته؟ آقا پشونش زده حراست کنه آقا زنگ دست داری شاید جایی شکسته باشه شاید کتفش شکسته سرش داره خون میاد بجو سرش داره خون میاد شده اولا شاید جایش شکسته بیاین ببینید دیگه. نه بیا ببین این چه بلایی سرش آوردن آخه. نمیفهمم اینجا اگه دانشگاه نیستش، هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه. نگاه کنید برید سر دختر مردم چه بلایی آوردن. مگه این دانشگاه صاحب نداره؟ نگاه کن چه بلایی سرش آورده. آخه واسه چی؟ ایش میذارن یقه میبندن من هر کاری که دلشون میخواد میکنن. ما نباید اجازه بدیم که هر کاری دلشون میخواد بکنن. اون پسر عوضی باید تقاضا پس بده. من نمیدونم هر جوری شده نباید بذاریم قصر دره. چه خبره؟ برید کنار ببینم. ببینمتون خانم شریفی. تشریف بیارید آموزش صحبت می‌کنیم. چی صحبت می‌کنیم آقای صمدی؟ نگاه کن چه بلایی سرش آورده. باید برخورد بشه. نمیشه که تو محیط علمی هر کسی هر غلطی دلش بخواد بکنه که. همینطور هم میشه. بفرمایید خانم شریفی بفرمایید. نگاه کنید آخه. نگاه کن چه بلایی سرش آورده. یه مدت بود مزاحمم میشد، زنگ میزد، پیام میداد. به بچه هم گفته بودم. چند روز پیشم تهدیدش کرده بود. واسه همین وقتی تو کلاس بودم در رو بس ترسیدم. چطور شد درگیر شدین؟ منو بزن. چی؟ بزن تو صورتم. دیوونه شدی؟ میگم بزن. اجازه بدین نظم دانشگاه را رعایت کنید. الان نزدیک امتحاناته. این اتفاقات باعث میشه تمرکز شما و دوستاتون به هم بریزه. من قول میدم به دقت و حوصله به موضوع رسیدگی بکنم. آقای دکتر اگه طرف ماجرا یکی از بچهای اون طرفم بود بازم میگفتین حوصله یا یه ذره حکمشو میدادید و اخراج. برای من فرقی نمیکنه کی کدوم طرفیه. این آقا به ظاهر جزء انجمن اسلامیه. من میدونم دیگه میخوایم ماسمالی بکنیم. با ظاهر اسلامی دیگه هر کاری دلشون میخواد میکنن. بعد هیچ کی هم نیست بهشون بگه بالا چششون ابرو. چرا سفسطه میکنی آقا؟ حامد جزء هیچ انجمن و گروهی نیست. بعدش هم آقای دکتر هنوز چیزی ثابت نشده. اینا همش تهمته، دروغه. هنوز کسی نمیدونه چی شده. تهمت چیه؟ به یه دانشجو دختر تو روز روشن تعرض شده، اونم از طرف یه دانشجو دروغه. حرف دهنتو بفهم وگرنه اگر نه چی کار می‌خوای بکنی؟ آقایون ساکت باشید. ساکت باشید لطفاً. ساکت باشید.
ساکت باشید. طبق قانون دانشگاه کمیته انضباطی به مسئله رسیدگی میکنه. الان هم اینجا تجمع نکنید. من بهتون قول میدم که بدون هیچ چشم‌پوشی و اغماضی به مسئله رسیدگی بکنم. حالا بفرمایید. لطفاً هر چی رو که تعریف کردین کامل بنویسین. آقای صمدی، فردا اول وقت جلسه کمیته انضباطی تشکیل بشه. سریعتر موضوع رسیدگی بکنید. نمیخوام کش پیدا بکنه. چشم آقا. ببخشید من حالم خوب نیست. میتونم برم؟ خانم شریفی، همه ی اظهارات ایشون رو صورت جلسه کنید تا فردا تمومش کنید بره ها. با خاطیان برخورد شدید و جدی بشه. نمیخوام برای مسائل اخلاقی اغماضی صورت بگیره. متوجه شدین؟ آقای دکتر، بله. اینطور که اینا میگن اون پسر حامد تهرانیه، پسر خاجلی تهرانی، خیری که داره به دانشگاه کمک میکنه. همون دانشجوی حافظ قرآن؟ مطمئنی؟ بله آقای دکتر. امکان نداره. آخه چطور میشه؟ بهتر اینو از صورت خانم شریفی بپرسیم. تو این 1 ساعت 10 بار 10 نفر گفتن امکان نداره، باورم نمیشه، چطور ممکنه؟ چرا همه دارن ازش حمایت میکنن؟ واسه چی دارید حق کشی میکنید؟ خانم آروم باشین لطفا. کی میخواد حق کشی بکنه؟ چرا همه دارن سیاسی کاری میکنن؟ ما نمیذاریم حق و ناحق کنن و سرپوش بذارن. من از حیثیتم دفاع میکنم. دانشگاه میخواد طرفشو بگیره، من کوتاه نمیام تا آخرش میره. خانم شریفی، خانم شریفی، وای نصیبی بریم. آقای زشته. خواهش کردم لطفا. چه خبرتونه؟ آروم باشین. آروم. یک نفر. خانم شما آروم باش. شما چی میگی؟ مگه من به شما نگفتم وقتی تلفن زدم سر صدا کنی بیاد بیرون؟ همین کار داشتیم میکردیم دیگه. پسر احمق یا خالوچل شد. مگه میشه مگه؟ من که دیدم باورم نمیشه. مغزم هنگ قفله. شنیده بودم اینا دیوونن دیگه، ولی واقعا اینجوریشو ندیده بودم. نوبرم. اصلا من انگار زامبی ام یا چی، جنم. تا اومدم دستشو بگیرم یا از پنجره پرید پایین. من نمیدونم الان زنده است مرده. خیلی خوب بابا، شما نگران خودتون باشین. معلوم نیست که چی میشه که ها. من میگم حرفمون یکی کنیم، همون چیزایی که قبلا صحبتش کرده بودیم. اونا رو گفتیم دیگه. باورم نمیشه و همین راحتی پرید پایین بدون اینکه ذره ترسیده باشه.
شما نمیتونم بشینم. کجا لیلا؟ بله بابا. اومدم. کیه؟ اومدم بابا اومدم. اومدم. اینجا چی کار میکنی بابا؟ چی شده؟ پاشو ببینم. ای با چی شده؟ بلند شو. بذار کمکت کنم. بیا بریم تو. همسن تو که بودم کم سرم نمیشکست. قبل اینکه یکی دست منو بذاره تو دست بابا بزرگ خدا بیامرزه دعوایی بودم. سرم درد میکرد واسه شر و شرارت. روزی نبود که 2 تا پیرم پاره نکنه. اما پیر شدیم رفت بابا جون. خیلی هم از جوونیمون ندیدیم. یادمه یه دفعه حاجلی همسن و سال تو که بود دعوا شده بود. بابا بزرگ خدا بیامرزد یه هفته آوردش تو بازار کنار دست من حبسش کرد. شاید میخواست بهش حالی کنه که ته شر و شرارت میشه دربدری، بیچارگی، تنهایی. یکی مثل من. نمیدونم حاجلی فهمید ته درموندگی چیه یا نه، ولی همون اولین و آخرین سرشکستگیش بود. اون یه هفته واسه حاجلی یه چی بود، واسه من یه چیز دیگه. ولی این رقم معلومه واسه دعوا مرافع نیست، یه چیز دیگه است. میدونه اینجایی؟ نه. زنگ بزنم بگم؟ نه. نمیپرسم چی شده، چون اگه بپرسم هم تو اهل حرف زدن نیستی. اما بابا جون دستی که من میبینم شکستگی داره. سرتم دوا درمون و درست درمون میخواد. پاشم بریم دکتر. اما اکبر جانم. چرا خاموش؟ خاموش. چی شدی همچین فکر احمقانه کردی؟ کی فکرشو میکرد پسر بزنه به سرش؟ من یکم میترسم اینا نمیان یکی از خودشونو محکوم کنن. اصلا ممکنه بهتون گیر بدن. امیدوارم یه جوری ماجرا تموم بشه بره. من کم توبیخی نداشتم تو دانشگاه. این ترم آخری هم میگذشت میرفت خیالم راحت میشد. مسعود دلم شور میزنه. دلت شور چی میزنه؟
ببین اون لحظه همش جلوی چشممه، نمیتونم فراموشش کنم. انگار تو اون اتاق قفل شده بودم، مدام داره توی ذهنم تکرار میشه. خیلی کارش عجیب بود. لیلا تو شوکه شدی. ببین از اون بالا پرید پایین به همین راحتی. دیوونگی شاه خودم نداره که. تو حواست به خودت باشه. حق با توه. فکر کنم الان خودم هم نمیدونم تو چه دردسری افتادم. باید واقعا مراقب باشم. نگفتم مراقب باش، گفتم حواست به خودت باشه. من خودم مراقبت هستم. مسعود خیلی با اراده و جدی این کارو کرد. اصلا نمیفهمم یعنی چی. ببین اون میتونست بمیره، هرچند الانم واقعا نمیدونم تو چه وضعیتیه. خب خدا رو شکر مشکل خاصی نداره. مطمئنید آقای دکتر سرش طوری نشده؟ عکس و سی تی اسکن که چیزی نشون نمیده، یه شکستگی رو سره. بفرمایید. وضعیت دستش هم که مشخصه، فقط نمیدونیم شدت ضربه چقدر بوده. داره خودشو لوس میکنه. آقای دکتر گفت چیزی نیست، میتونید برید خونه. چی شده اکبر؟ هیچی. حامد عصری یه سر اومده بود پیش من کارخونه. واسه چی؟ همینطوری اومده بود کم حرف بزنیم، اختلاط کنیم. چیزی شده اکبر؟ نه همچین حالش بگی نگی خیلی حال نبود، ولی الان رو به راه به حمدالله. مطمئنی چیزی نشده؟ آره بابا، گفتم شاید به شما نگفته باشه من خبر بدم. حالا اگه خواست شب بمونه که هیچی، وگرنه آخر شب رایش میکنم بیا. خیلی خوب، خودت حواست بهش باشه. خدا حافظ. امیر حسین سلام. نه چیز خاصی نشد. بذار هرچی دوست دارم بگم. حامدم تویی؟ بله. سلام. حامد سب کن ببینم چی شده؟ چیزی نشده. یعنی چی چیزی نشده؟ تو سرت دستت شکسته؟ میگم چیز خاصی نیست مامان جان. یه تصادف کوچیک کردم، تقصیر خودم هم بود. ببخشید من برم استراحت کنم. نگران نباش. الو علی جان، سلام. سلام شریفه، کجاست؟ تو اتاقش. نمیدونم تصادف کرده، کتک کاری کرده، دعواش شده، نمیدونم. دعوا؟ حامد و دعوا؟ این پسره یه نفر بهش تنه بزنه برمیگردیم یه عذر میخوام ببخشی. نمیدونم، به من که چیزی نگفت.
شریفه من حرف میزنم. سلام. سلام. بشین بابا بشین. اکبر نگفت قصه و ماجرا داشتی؟ قصه نبود آج آقا. نه دیگه، این رقم که بی قصه نمیشه ماجرا نداشته باشه. این زن مادر، هر چقدرم مغرور باشه بروز نده باز مادر، هر چقدر زن با جبروتی باشه باز مادر. دلش هزار راه میره. حالا بگو راه تو چی بوده که اینجور ناجور شده؟ راهی نبوده، بیراهه بود. حالا این سرشکستگیه یا سرشکستگی؟ این روزا به کار کسی هم کار نداشته باشی به کارت کار دارن. عجب، تو حال دعوا نبودی؟ سر شکسته نیست، این سر را مبند. چه میدونم والا، بیشتر از این که حرف بزنه داشت زور میزد دروغ نگه. خیلی خوب، من باش حرف میزنم. شریفه. بله. میخواست حرف بزنه، خب با من حرف میزنه. آخه کاری نکن مجبور بشه به دروغ بگه. الو جانم، چطوری دکتر؟ خب حامد شما از کجا میدونی؟ یه خورده سرش دست و بالش زخمی شده بود، کوفته شده بود. سلام. دستت در نکنه. قربونه. چی کار کردی با خودت؟ مهم نیست. از نظر شما هیچی مهم نیست. نمیدونم چی شدم این روزن. یهو چشامو باز کردم دیدم حامد صورت دختر سرخ سیلی بود، جای انگشته. سلام. سلامات خانم. حال شما؟ ممنون، مرسی. چه تشریف نمیاریم بالا؟ مزاحم نمیشم. نه بابا چه مزاحمتی، حامد منم تنهاست. بفرمایید بالا. نه دیگه من برم. کیف و کاپشن حامد جانم دست من مونده بود، گفتم بیارم. حامد داداش من میرم. قربونت. صبح میام دنبال. دست شب بخیر. خدا. خدا.